خب آگرین کمپانی عزیز، وقتتون بخیر. بریم برای تعویض LCD آسیو 2 4G. بعد از اینکه در پشت دستگاه روی سپریتور گرم میشه، ما در پشت رو باز میکنیم، با ریموور چسب های قبلی رو پاکشون میکنیم و بعد از اینکه به سیرسازی کامل میرسیم، برای ادامه کار چسب های روی قاب فرم در پشت رو باز میکنیم. خب این قسمت میز کارمون پر از تیکه های سیلیکون چسب بود و تمیزش میکنیم میزمونو که تسلط بهتری روی باز کردن کار داشته باشیم. کامل همه پیچای روی قابو باز میکنیم. بعد از اتمام پیچ ها با ناخون قاب 2 رو در میاریم. حالا خیلی هستن که استفاده نمیتونن کنن از ناخون، بهشون پیشنهاد قاب بازکن پیک استفاده بکنن. قابو که کامل در میاریم، اول باتری رو جدا میکنیم، فلت باتری جدا شد، بعد فلت مین کانکتورها رو جدا میکنیم با دقت. ترجیحاً ناخون باشه خیلی بهتره تا پنس و قاب باز کنه، که ممکن به کانکتور و دیودای دورش آسیب وارد کنه. سیمانتن رو جدا میکنیم از کیت شارژ رو جدا میکنیم. کامل از فرم میخوایم هر چی که هست و نیست رو پاکسازی کنیم، رو فرم دیگه پیاده کنیم. پیچ برد اصلی رو باز میکنیم، برد در میاریم، ویبراتور دستگاه و همینطور بازار اسپیکر مکالمه.
خب مرحله بعدی که ما داریم فینگر دستگاه، فلت پاور و باتری. اسپری چسب خور رو 530 وارد میکنیم زیر باتری تا کاملا چسبش خورده شه و ما بتونیم راحت بازش کنیم. این از LCD جدید ماست که ما حالا باید قطعاتی که از روی اون فریم باز کردیم و روی این ور پیاده کنیم. اول ویبراتور رو میندازیم تو این تایم، اون یکی فرم چسبش خورده شده، بازر اسپیکر بالا رو میندازیم و کیت شارژ دستگاه جا میخوره، سیمانتن سر جاش سوار میشه. فینگر دستگاه و همینطور میبینید یه لاین چسب مخصوص خودش هم بود، ما گذاشتیم سر جاش. زیر کانکتور LCD هم یه چسبیه که ما اصولا اونو ورش میداریم که بتونیم کانکتور رو ثابت کنیم. این قسمت از روی فرم قبلی میخوایم فلت پاور دستگاه رو برداریم. خیلی باید مراقب باشین چون تو این قسمت چسبهاش و اون فلت انقدر ظریفه که ممکنه فلت پاره بشه و خیلی از همکارین اشتباه رو دائما انجام میدن. اصولا ناخن بهترین وسیله ابزار کاری ماه دیگه. پیشنهاد میکنم ناخناتون رو بلند کنید و به کار بکشید. مرحله بعدی اوپن کردن باتری از رو فرم قبلیه. یه مقدار ما ورق حالا یا چیز نازک و محکمی رو وارد میکنیم زیرش. حالا یه مقداری از اسپری 530 چسب خور استفاده میکنیم که باقی چسب ها از بین بره و ما بتونیم راحتی بدون اینکه به سل باتری فشار بیاریم بازش کنیم. ما کارمون تقریبا دیگه با این فرم قبلی تموم شده است. حالا چک میکنیم ببینیم که چیزی هست روش یا نه که نبود. چون ممکنه تراشه‌های فرم LCD های بازاری یکسان نباشه، ما اول تست میکنیم که ببینیم همونه یا نه. چسبای قبلی فلت پاور رو اول جدا میکنیم ما. کامل و پاکسازی بشه که چسب دو طرفه جدید میخوایم براش زیر سازی کنیم. همونطور که مشاهده میکنیم ما کاملا پاکسازی کردیم و حالا چسب دو طرف جدید رو تیکه تیکه برش میزنیم و جایگذاری میکنیم. خب ما چسبا رو میزون کردیم و فلت رو جا زدیم.
چسب زیر فرم و سنسور رو برمیداریم و سیمانتون رو جا میزنم. پیچ روی برد رو میبندم که برد تکون نخوره. باتری رو تو بالاترین قسمت جایی که واسش طراحی شده جا میزنیم که به برد نزدیک بشه و فلتش کش نیاد. چسب زیر کانکتور LC همونطور که توضیح دادم کنده شد. فلت مین رو جا میزنم با دقت. فلت باتری، تست میگیریم برای تصویر و سلامت دستگاه. حالا دستگاه ما شارژ نشد، کمی تو شارژ گذاشتیم ولتاژش بره بالا و منتظر میمونیم تا دستگاه استارت بشه. خب دستگاه رو اندازی شد و بریم برای تست تاچ و تصویر دستگاه. میبینید که تصویر کاملا سفیده، خط و خال شکستگی حاله نداره، تاچ کاملا کار میکنه و بعد از اطمینان از سلامت تاچ ما نور رو تو بیشترین حالت قرار میدیم تا ببینیم که بعد از این فشاری که به LCD میاد پر میزنه LCD یا نه. اگه LCD پر نکنه پس دیگه ایرادی هم مشاهده نمیشه. چون که فرم مشتری دکمه‌اش کنده شده بود، ما اول چسب میزنیم پشت قاب، دکمه رو فیکس میکنیم و بعد از اینکه مطمئن شدیم دکمه سر جا قرار داره فیکسه، میریم برای ادامه بستن گوشی. همونطور میبینید که من خودم وسواس زیادی دارم. دیدم که دوربینش یه مقدار کثیفه و دستگاه رو دوباره باز میکنم برای اینکه دوربینش رو کاملا تمیز کنم. فلت باتری شده همونطور که دیدین در آوردم. دوربین جلوی دستگاه رو در آوردم با دستمال های مخصوص LCD که پرز نمیندازه رو استفاده میکنیم برای تمیز کردن دوربین. از دوربین مطمئن شدم و جا میزنم فلت باتری و همینطور قاب دستگاه. حالا مطمئن میشم فیکس بودن قاب، پیچای دستگاه رو کامل میبندم.
دوربینای روی در پشت و خود اصل دوربین رو تمیز میکنیم، پرزی چیزی روش نباشه و دور تا دور قاب فرمش رو چسب میریزیم و در پوشش رو جمع میکنیم.